سلام. خیلی خوش اومدین به قسمت سوم از یادگیری زبان انگلیسی به زبان آسون. واقعا اگر 2 قسمت قبلی رو ندیدین حتما بریم ببینین. بعد بیاین اینجا. چرا؟ چون کلی چیز یاد گرفته بودیم. مثلا یاد گرفته بودیم که حال بقیه رو بپرسیم، یا راجع به what، where، نه رو هنوز یاد نگرفتیم. راجع به what و how یاد گرفته بودیم و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بریم ببینیم. منم همین پیشنهاد دادم. پدرم کلا یه بار ویدیوهای خودشونو داشتن، امروز نصف نیمه میدیدن. بریم ببینیم چی یادشونه. بریم. راستی بچه‌ها تا آخر این ویدیو قراره با هم دیگه WH کوئسشن رو تموم کنیم و حالا جلسات بعدی هم که در جریان میزنم قراره چی یاد بگیریم. چجوری حال یه نفر رو میپرسیدیم؟ مثلا میخواستیم بگیم جک چطوره؟ How are Jack؟ جک یه نفره ها. آر یا ایز. How is Jack؟ آفرین. یا مثلا میخواستیم بپرسیم که حال مادرت چطوره؟ How is mother؟ Your mother. این جدید بود. How is she و how is he رو فکر کنم کار کرده بودیم. حالا به جای هی و شی میتونیم مثلا بذاریم your mother، your father. البته کار کردیم اینو نه؟ یورو نه کار نکردیم. خب پس میشه how is your mother، how is your father، how is your brother. حالا کسی رو میخوایم بپرسیم. حالا مثلا میخوایم بپرسیم حالا آنها چطوره؟ آنها چی میشد؟ How they. How are they. یعنی حالا آنها چطوره؟ How are they. بله. و میخواستیم بگیم این چیه؟ It. How it. نه. What. What is this. What is this. اگر دور بود میشد What is that. اگر چند تا چیز نزدیک بود میشد What are these. چند تا چیز دور بود میشد What are those. یادتون اومد؟ بله تمرین نکردم ولی هیچ تمرین. حتما تمرین چند بار حداقل نگاه میگردم. بله بچه شما هم اگر ویدیوها رو دارین میبینین حتما چندین مرتبه نگاه کنید. با یک بار یاد نمیگیره هیچ کس. بله خب راجع به how که صحبت کردیم، من how old are you رو فقط یادم رفته بود بهتون بگم. How old are you یعنی شما چند سالته، که با how شروع میشه و اینکه how رو مثل how is he و how is she رو کار کرده بودیم ولی how old are you رو کار نکرده بودیم. پس اگر از کسی میخوایم بپرسیم چند سالته میگیم how old are you یعنی چند ساله هستی شما. How old are you. بله دقیقا. old میشه old یعنی مثلا سن و سال این چیزا، ولی old خالی مثلا در قالب صفت اگه بیاد یعنی کسی که پیره مثلا. یا قدیمی، کهنه، این چیزا رو معنی میده. خب بچه‌ها راستی الان قشنگ میتونیم چند تا سوال از کسی بپرسیم و باهاش آشنا بشیم، مثل what is your first name یعنی اسم شما چیه، what is your last name یعنی فامیلی شما چیه و how old are you شما چند سالته. این 3 تا سوال میتونید مثلا برای آشنایی با کسی شروع کنید بپرسیدن. پس اسم چیه؟ What is your first name یعنی اسم. first name یعنی اسممون نه فامیلی منظوره، ناممون. پس یه بار دیگه What is your first name. بله. What is your first name. حالا فامیلی شما چیه؟ What is for your last name. پس یه first name داریم یه last name داریم. first name یعنی مثلا نیکا، last name یعنی مثلا گنجینه. خب یه بار دیگه بگیم what is your first name. نه فقط جواب نه، همین سوال رو یه دور تکرار کنیم. What is your first name. حالا what is your
last name. بله دقیقا. و باید how زیاد old تمرین are you؟ How old are you? بله دقیقا. خب حالا بریم سر درس جدیدمون که فکر کنم خیلی شما دوستش دارید. چرا؟ چون از این به بعد هر سری به من زنگ میزنید میتونید به یه روش جدیدی بپرسین کجا. میخوایم بگیم که شما کجا هستید. اول از همه کجا چی میشه؟ میشه where. حالا میخوایم بگیم که مثلا اول دوباره یه سوال خیلی معروف با where داریم. چیه سوالمون؟ Where are you from? Where are you from? یعنی شما اهل کجا هستین؟ Where are you from? آها. وقتی میرین خارج کسی میخواد باهاتون ارتباط بگیره خیلی مثلا این سوال رو رایجه که میپرسن Where are you from؟ یا بار دیگه بپرسین Where are you from? آها. این یعنی شما اهل کجا هستین. پس متوجه میشیم where یعنی کجا. پس بچه هر موقع دیدین مثلا where, what, how اینا رو دارین با هم قاطی میکنین بیاین تو جمله یادتون بیاد اونو. مثلا where یادتون نمیاد میشد چه چیزی یا میشد کجا. میایین سری where are you from و یادمون میاد با where میگیم آها where are you from یعنی اهل کجایی. پس where یعنی کجا. Where are you from اینجا یعنی اهل. یعنی اهل کجا هستی شما. Where are you from؟ یه بار دیگه بگیم Where are you from؟ Where are you from? Where are you from؟ Where are you from? حالا زنگ میزنید به من میخوایم بگین کجایین. میگین Where are you یعنی کجا هستی شما. آر میشد هستن یو هم که میشه شما. پس بگیم Where are you؟ Where are you? Where are you؟ کجایی؟ Where are you? این بعد دیگه انگلیسی با هم صحبت. پس یه بار دیگه Where are you؟ Where are you? یعنی کجا هستی شما. حالا منو نمیخوایم بپرسیم. مثلا میرید تو اتاق میبینین که علیرضا تو اتاقش نیست. برادرم که میشناسه. میخوایم بپرسین علیرضا کجاست. میگیم Where is علیرضا. چرا is آوردیم برای علیرضا؟ چون نه چون سوم شخص مفرده دیگه. چرا is آوردیم نه isn't. چرا is آوردیم؟ به خاطر اینکه علیرضا مثل he میمونه. برای he و she و it ما همیشه چی می آوردیم؟ is می آوردیم. حالا هم is میاریم دیگه. نمیتونیم بگیم where are علیرضا. نه چون علیرضا یه نفره سوم شخص مفرده. براش چی میاد؟ is میاد. پس بگیم where is علیرضا. Where is علیرضا. دوباره Where is علیرضا. دونه دونه ترجمه کنیم. کجا هست علیرضا. شما کجایی؟ Where is you رو میخوایم بپرسیم. Where are you یعنی شما کجا هستین. Where is علیرضا یعنی علیرضا شما آر میاد. بله برای اون همیشه آر. حالا میخوایم بپرسیم که مثلا جک کجاست. چی میشه؟ Where is Jack. آفرین. میخوایم بپرسیم که جنیفر کجا هست. Where is Jennifer. یا مثلا من خونه نیستم میگه نیکا کجاست. Where is نیکا. آفرین دقیقا. حالا به جای مثلا نیکا و جنیفر و یا حالا هر اسمی دوباره مثلا میتونیم به شخص اشاره کنیم. مثلا بگیم برادر شما کجا هست. مادر شما کجا هست. به جای فقط نیکا برمیداریم میذاریم your mother. دوباره your mother بچه این یوره گولتون نزنه. your ربطی به یو نداره. your mother در کنار هم مثل شی میمونه دیگه. او یه خانومه یه نفره. برای خانوم یور میاد برای آقا نه آره فرقی نداره. یور کنم برای مالکیت طرفه. مثلا مادر من کجاست. مادر شما. مثلا مادر میشه مادر. your mother یعنی مادر شما. حالا مالکیت ها رو کامل تو ویدیوهای بعدی کار میکنیم و فعلا فقط your رو بهتون بگم. مثلا father میشه پدر. your father میشه پدر شما.
brother میشه برادر. your brother میشه برادر شما. که همه اینایی که گفتیم یا شیه یا هیه دیگه، یعنی یه نفر سوم شخصه، پس براشون is میاد. پس میگیم where is your mother. Where is your mother. کجا هست مادر شما. دوباره Where is your mother. بله. مثلا میخوایم بپرسیم پدر شما کجاست. Your is نه where. Where is your father. آفرین. برادر شما کجاست. Where is your brother. son میشه پسر. از یه نفر میخوایم بپرسیم پسر شما کجاست. Your is نه your که اوله. کجا. Where is your son. Your son. Where is your son. آفرین. Where is your son. بله. حالا مثلا خودکارمون گم شده، میخوایم بگیم خودکار من کجاست. پن میشد خودکار، مای پن میشه خودکار من. مای پن خودکار من، your pen خودکار شما. پس میگیم where is my pen. Where is my pen. دوباره Where is my pen. my pen مثل it میمونه دیگه، یه دونه است. برای همین براش is آوردیم. دوباره نگفتیم where are، چون یه دونه است، مفرده، مثل سوم شخص مفرد میمونه. پس یه بار دیگه where is my pen. Where is my pen. Where is my pen. Where is my pen. قشنگ فکر کنیم بچه‌ها دارین صحبت میکنین تک تکتون. لطفا این جملات رو بلند بلند بعد از ما تکرار کنین، با پدر حتما تکرار کنین. یا مثلا میخوام بگیم که کیف من کجاست. my bag. Where is my bag. آفرین. where is my bag. Where is my bag. where is my bag. Where is my bag. کتاب من کجاست. Where is my book. آفرین. where is my book. Where is my book. حالت سوالی هم داره. سوالیه دیگه اصلا کلا. Where is my book. بله دقیقا. حالا میخوایم جمع ببندیم. مثلا بگیم که آنها کجا هستند. اول از همه دوباره کی میاد؟ WH question ها گفتیم میان همیشه اول. کجا چی میشد؟ Where. بله. هستند چی میشه؟ برای جمع چی میومد؟ am is are. میومد. پس میشه where. are. آنها چی میشد؟ they. پس بگیم Where are they. یعنی کجان آنها، کجا هستن آنها. Where are they. Where are they. Where are they. حالا میخوایم بپرسیم که دوستان شما کجان. میگیم where are your friends. چرا؟ چون your friends جمعه دیگه، اس جمع داریم براش میزنیم. پس اینجا براش are بیاد یا is. are میاد. پس where are your friends. دوباره where are your friends. حالا چند تا از خودکارامون رو داریم دنبالش میگردیم. میخوایم بگیم خودکارهای من کجان. چی میشه؟ Where are my pens. آفرین دقیقا. یا بار دیگه Where are my pens. مثلا دنبال معلممون داریم میگردیم. میگیم معلم من کجاست. teacher. Where is my teacher. آفرین. دوباره where is my teacher. Where is my teacher. بچه جوابا رو همه رو با هم دیگه کار میکنیم تو ویدیوهای بعدی که راجع به حالا حروف اضافه و اسمای مکان و اینا میخوایم صحبت کنیم. حتما همه رو جواباشم کار میکنیم. الان فقط داریم WH question ها رو با هم دیگه صحبت میکنیم. پس تا اینجا یاد گرفتیم what یعنی چی و چه چیزی. how یعنی چطور. where یعنی کجا. و حالا میریم سر when یعنی کی، چه وقت. when مثلا میخوایم بپرسیم که امتحان کیه، یا مثلا میخوایم بپرسیم کلاس کیه. میگیم کی هست کلاس. when
is یا آر میاد. is the class. when is the class. دوباره. when is the class. when is the class. when is the class. یا مثلا میخوایم بپرسیم که میتینگ یا جلسه کی هست، میگیم when is the meeting. این دیا رو میذاریم چون شناخته شده است. حالا بعدا باز راجع به اینا کار میکنیم. when is the meeting. when is the meeting. when is the meeting. بله. مثلا گوگل میت خب برای مثلا میتینگ ها و ایناست. این شکلی میتونید یادتون نگه دارید. و حالا what time هم یعنی چه ساعتی، درسته؟ بله. پس بچه وقتی راجع به when میپرسیم یعنی کی، مجبور نیستیم حتما ساعت رو جواب بدیم باهاش. ولی وقتی what time میپرسیم یعنی دقیق داریم راجع به ساعتش میپرسیم. مثلا نمیتونیم بگیم فردا پس فردا اینا، باید حتما ساعتش رو بگیم. مثلا میگیم what time is it. ساعت چنده؟ بگیم what time is it. 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 یا مثلا جلسه چه ساعتی است. what time is the meeting. meeting میشه جلسه. دوباره what time is the meeting. آفرین، دقیقاً. یا مثلا میخوایم بپرسیم کلاس چه ساعتی هست. what time is the class. مثلا من بلیط سینما گرفتم و میخوایم بپرسیم که فیلم کیه، چه ساعتی هست. میگید what time is the movie. movie میشه سینما؟ نه مووی میشه همون فیلم و مووی دوتاش به معنای فیلمی که تو فارسی میگیم فیلم چه ساعتی هست. what time is the movie. what time is the movie. آفرین. what time is the movie. دقیقا. پس این هم از when و what time. زبان انگلیسی واقعا آسونه. ما یه ساختاری که یاد میگیریم از رو همون یه ساختار همه چی رو میتونیم بسازیم. فقط با توجه به ترجمهش کافیه که اینا رو مثلا عوض کنیم. دقیقا. خب حالا میریم سر why. یعنی چرا. مثلا از من بپرسین تو خوشحالی؟ نه چراشو نپرسین. اصلا فقط اون درس جلسه اولمون بود شما خوشحال هستین؟ شما you are happy. آفرین. حالا سوالیش کنین you are happy. are you happy. آفرین. yes I am. بله من I am happy. من خوشحال هستم. حالا سوال بعدی اینه چرا خوشحالی؟ why are you happy. why are you happy. why یعنی چرا. are you یعنی هستی شما happy. why are you happy. why are you happy. یعنی چرا هستی شما خوشحال. دوباره اول WH question رو داریم میاریم بعد امویز و آرا، درسته؟ پس یه بار دیگه why are you happy. چرا ناراحتی. why are you sad. why are you sad. why are you sad. sad. why are you sad. دقیقا. دبیسی چه sad یا دبیسی چه sad. پس why are you happy. why are you sad. یا هر سال دیگه که دارین. مثلا why are you angry. چرا عصبانی. مثلا زنگ میزنیم نیکا کجایی. من میگم why are you angry. یعنی عصبانی. پس بگین یه دور why are you angry. آفرین. دقیقا. حالا یه ذره سخت‌ترش کنیم. چرا او عصبانی هست. why are
آر برای هی درسته؟ آر و نه is. آها پس میشه why is he angry. پس are you رو بچه کلن ور میداریم به جاش is he میذاریم. هم are you رو نذارید هم is he رو. خیلی بچه ها این اشتباه رو میکنن سر کلاس ها. پس میگیم why is he angry. Why is he angry. he برای آقا. Why is she angry برای خانم. دقیقا. حالا دوباره به جای she و he your mother, your father, your brother هم میتونیم بذاریم. مثلا why is your mother angry. میایین خونه میبینید مادر عصبانیه میگین why is your mother angry. چرا برادرت عصبانیه. Why is your brother angry. دقیقا. اوکی بچه ها اینا رو لطفا زیاد تکرار کنید. مثل من نباشید. یادت بشه. آره حتما خودتون تو خونه چند تا جمله چند تا مثال بیشتر بنویسید. تو کامنت ها برام بنویسید مثالای بیشتر و اینکه هرچی بیشتر این ویدیوها رو ببینید تکرار کنید بیشتر یاد میگیرید. بهتون قول میدم که زبانتون عالی میشه واقعا بعد از دیدن این دوره ها. اگر ویدیوها رو ندیدین برین از اول حتما ببینید. بیسش پایش از ویدیوی 1 شروع میشه و فقط هو هم بگیم. هو یعنی چه کسی. اوکی خیلی ساده است هو. پس بگیم بچه هو رو با هاو لطفا خیلی بچه ها اینو اشتباه میکنن. هو چه کسی. هاو چطور. پس how are you مثلا چطور هستی شما. Who are you چه کسی هستی شما. شما کی هستی. Who are you. بخشی شما. Who are you. Who are you. Who are you. Who are you. اون کیه. Who is you. Who is. Who is. وی آقا. Who is he. آفرین. Who is he. Who is he. وی خانم کیه. Who is she. Who is she. Who is she. آنها کیه. Who is they. is برای they. نه who are they. آفرین. Who are they. Who are they. پس who چه کسی. یه چیزی هم بگیم بعد بریم. خسته نشه. whose. whose یعنی برای چه کسی. مثلا این خودکاره رو رو زمین پیدا میکنی. خب بگیم این خودکار کیه. میگیم whose pen یعنی خودکار چه کسی. پس بگیم whose pen. حالا باید فعل و اینا هم بیاریم دیگه. میگیم whose pen is this. این خودکار کیه. Whose pen is this. Is this. یعنی خودکار چه کسی. is this هستش این. Whose pen is this. Whose pen is this. یا مثلا این چه میدونم بگ چه کسی هست. کیف چه کسی هست. Whose bag is this. دوباره whose bag is this. آفرین. این this میشه. این میشد. this that. this. یا مثلا این ماشین چه کسی هست. Whose car is this. Whose car is this. Whose car is this. Whose car is this. دقیقا. جواباش هم که بعدا ما هم دیگه کار میکنیم. اگر هم جمع باشه دوباره به جای is this مثلا میگیم are these, are they, are those. مثلا whose bags are these. Whose shoes are these. این کفشای چه کسی هست. Whose shoes are these. اینا رو جمعی بستیم که این دیس و دت و اینا دوباره تو ویدیوهای قبلی بود. تو قسمت دوم بود. خیلی متشکرم که تا انتهای ویدیو همراه ما موندین. جلسه دیگه با پدر دوباره میایم پیشتون و دیگه پدرم به قول بدن که ویدیوها رو نگاه. خودتون ویدیوهای خودتون رو نگاه. نمیبخه میکنم.
ولی حتما این کارو نکنید. بله هرچی بیشتر ویدیوها رو نگاه کنید سریعتر حرفه‌ای‌تر میشین و خیلی براتون آسون میشه این مطالب. میبینمتون ویدیو بعدی. بای.